سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. روز 12 فروردین رو مردم ایران هیچگاه فراموش نخواهند کرد. در این روز مردم میرن بیرون برای اینکه جای مناسب پیدا کنن برای سیزده بدر. خیلی مهمه. ولی ما نیومدیم اینجا این بحث بکنیم. بحث رو میز مقام عظما یه چیز دیگه است که اگه همه سبزهای دنیا رو گره بزنه باز از تو بکسابادش در نمیاد. کار حاجی رفسنجانی با مقام عظما کشیده به شاخ و جای باریک. نزدیک انتخابات خبرگان مقام عظما اول هیکل باندشون حاجی جنتی ملقب به مینی امام جمعه تهران رو فرستاد تو رینگ با یه رقص پا تا نذاره حاجی رفسنجانی خیز خبرگان رو ورداره. ما در این برنامه به منظور بحث و بررسی راجع به اینکه آثار و نتایج اون چی بوده و چه دستاوردهایی داشته دعوت کردیم از جناب آقای دکتر. آثار و نتایجش ناجورن. نیروهای نظام عین برگ خزون میریزن. اونایی هم که مثلا نریختن بیریختن. مثل ولایتی که تو مناظره ها یهو رم کرد و زد به طاق طویله. برای مقام عظما این ولایتی عین دسته صندلی سینما شده که هیچ وقت آخرش نمیفهمی مال توه یا مال بغل دستیته. متشکرم. اگر موافقه باشید با همون قسمت انتهایی مقدمه‌ای که من عرض کردم این اولین سوال ما باشه. نه خیر موافق نیستم. یه مقدمه چرت و چولا گفتی که نه سر داشت نه تم. من بدبخت جمع و جورش کردم. حالا انقدر تنبل لشی که حال نداری دوباره سوال بکنی. اگه میخواستی مثل من جواب بدی دیگه چه کامی کردی؟ آقای دکتر حالا اون سال اول رو من به یک شکل دیگه هم میپرسم و اون اینکه آثار یک همچین حرکتی رو شما چطور تحلیل میکنید؟ هیچی، اثراتش ضایع. روند جدید شروع شده. لامروت‌ها هنوز زرخورون تموم نشده میخواد حلوا خورون رو را بندازه برای مقام عظما. بله و از این حرفا. البته این حرفای جنتی خودش هم مسئله میسازه. خیلی مهمه چون با حرفای عید مقام عظما دوباره شاخ به شاخ میشه و عین تام و جری میمونه. من تصور میکنم که وقت زیاد نداشته باشیم برای اینکه بخوایم به این سوال بسیار مهم خیلی گسترده بپردازیم. این که گسترده بپردازیم یا نه رو من روشن میکنم. ناکس عین تیوب سوراخ که توش باد بیفته همه سوراخ‌های نظام افتادن به فسفس. حاجی جنتی میگه اینا سنگر اول رو فتح کردن دارن میان سراغ خبرگان مجلس. مقام عظما بدبخت میگه حماسه سیاسی بود. حالا قبل از اینکه اون بحث چون بحث مهمی هم هست بهش بپردازیم فقط من میخواستم به جهت نتایج از ابعاد مختلف داخلی و خارجی خیلی ها معتقدن که از یک طرف موجب شد تا زمینه برای تهاجمات خارجی، یعنی به شکلی که این رو بخوان زیر سوال ببرن این نظام رو. از طرفی در داخل هم حضرت علی دیدگاهتون نسبت به اینکه این تونسته نتایج بسیار زیادی رو در داخل کشور و در حوزه سیاست خارجی بذاره، تحلیلتون رو بیشتر باز بکنید. اولا که چون خودتو دکتر جا میزنی، البته همه میدونن کش میگی ها، ولی به هر حال خودتو جا میزنی باید بگم که نمیگن نتیجه بذاره. فهمیدی یا نه؟ تخم مرغ نیست که بگم میذاره، میگن نتیجه بده یا نتیجه داشته باشه. اگه درست حرف نزنی همه میفهمن که تو آکسفورد تپه هم کلاس کردان بودی. اون وقت ممکنه این نتیجه رو بذاره شبرت گردونن همون وزارت اطلاعات که بودی. ثانیاً سربسته میگم اینجا این بحثایی که میشنوین صدای تیر و تیرکشی و دعوا سر عمامه ولایته. تو فهمیدی موضوع دعوا چی شد؟ رهبری چه چیزی است؟ تو رو با این هوشت چرا اسمتو نمیذارن هوشنگ؟ من موندم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که مشکل نظام فرار مغزا نیست. فهمیدی یا نه؟ موندن بی مغزاست. عین ظریف که داره میخوام با دمپایی ابری خیس بذارم تو پک و پوزش. ناکس ثابت کرده که مذاکره کننده نداشته باشیم کمتر امتیاز میدیم. عین تیمی که بازی نکنه بالاخره 3-0 میبازه. اتفاقا سوال بعدی من در همین راست است. نمیخواد سوال کنی، خودم خلاصه میگم. وقتی غنیسازی را مینداختیم گفتیم حق مسلمه و اگه نباشه ال میشه و بل میشه. حالا که غنیسازی رو بای دادیم میگیم خیلی به نفعمون شد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که شوتر هم شلوار بخره، اولی رو که پوشید تنگ بود، فروشنده گفت 2 بار بپوشی جا باز میکنه.
دومی رو که پوشید گشاد بود. فروشنده گفت چیزی نیست، 2 قطره آب بخوره تنگ میشه. این بدبخت افتاد تو بحران فلسفی. تو مذاکره همچین ضایع کردن که هر دفعه میرن ما خدا خدا میکنیم که طرف مذاکره ها یهو پقی بزنن زیر خنده بگن بلند شین، تا حالا دوربین مخفی بود، مذاکره خوبم داریم. ممنون جناب آقای دکتر از توضیحات شما. همینطور از شما بینندگان عزیز بسیار متشکر و سپاسگزاریم. خدایا نگهدار همه شما.